بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم خانم ها آقایان محترم، هم نفسای دوست داشتنی و همیشگی برنامه یاد خدا الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. خیلی ممنونم که کاراتون یه جوری تنظیم کردین تا الان مقابل تلویزیون بنشین و یاد خدا تماشا بکنید. الهی که اینجا به شما خوش بگذره، برنامه براتون مفید باشه، به دلتون بنشینه. احتمال خیلی خیلی زیاد این اتفاقات مبارک خواهد افتاد براتون، به دلیل اینکه استاد محمدی شاهرودی عزیز رو داریم در برنامه که بعد از فاصله که میگیریم و برمیگردیم گفتگومون رو شروع میکنیم در محضر شما. یه صلوات بفرستیم و بریم و برگردیم. من سلام میگم خدمتشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلوات رو هر جایی میفرستی حس خوبش رو دریافت میکنی، اون حالت معنوی و نورانیتش رو آدم احساس میکنه. اما یه سری جاها هست وقتی صلوات میفرستی مضاعف میشه این احساسات قشنگ، مثل اینجایی که ما الان هستیم. امامزاده با صفا و نازنین و دوست داشتنی امامزاده ابراهیم و محمد علیهم السلام در شهر مقدس قم که ما نایب و زیارتون هستیم. انشالله شما مشرف بشید به زودی. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. عزیز خوش آمدید. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز بیننده و عرض سلامتی، طول عمر، توفیقات روزافزون، عرض قبول طاعات، عبادات و این تلاشایی که در جهت تفقه در دین، تعلیم و تعلم برمی‌دارن ان شاء الله خداوند قبول کنه. بسیار ارزشمنده. یه حدیثی است، هم از امیرالمومنین داریم، هم از امام باقر، هم از امام رضا. من حدیث تمام دیدم، شاید ائمه هم فرموده باشه. من اون حدیث امام باقر رو که تحف العقول نقل کرده خدمتتون میکنم. امام باقر رو بودن الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. همه کمال، مقصد همون کماله. کمال و همه کمال و مقصدی که انسان باید سمت اون مقصد پیش بره در سه چیز خلاصه میشه. یک، معرفت دینی داشته باشه، تفقه در دین، آشنایی با دین. تفقه در دین سه شاخه میشه: فقه اکبر که این بحثی که ما الان داریم که عقاید باشه، فقه اوسط که اخلاق و تربیت باشه، فقه اصغر که همون فقه مصطلح و احکام باشه. الان بحث ما فقه اکبره، اعتقادات. بله. فرمود که التفقه فی الدین یک و صبر علی النائبه، بردباری در مقابل سختی ها و گرفتاری ها انسان از پا در نیاد و ناامید نشه، و تقدیر المعیشه، زندگیش هم برنامه داشته باشه، حساب کتاب داشته باشه، تو زندگی با برنامه پیش بره، روزش برنامه داشته باشه، هفتهش، سالش، ماه، خلاصه عمرش با برنامه باشه. بخش اقتصادیش برنامه داشته باشه، دخل و خرجش با هم بخونه. خب خیلی ممنونم استاد. ما هفته گذشته رسیدیم به افعال خدای بزرگ و مهربان. اولیش عدل الهی بود که سوالی مطرح شد که چرا، این در واقع شبهاتی مطرح راجع به عدل از گذشته تا به حال شما فهمیدین که بوده، بین علما هم بوده، رواج داشته اینها، که آقا چرا ما فقیریم، عده غنیان، چرا بعضیا سالمن، بعضیا اونطوری، بعضیا، خلاصه تفاوت هایی که توی جامعه وجود داره بین افراد و بین جایگاه مختلف، این شبهه رو وارد میکنن. شما فرمودین 5 نوع نگاه به این ایرادات و اشکالات، پاسخ به اشکالات. آره، 5 مدل پاسخ داده میشه که فرمودین روش پنجم روش حکمای مسلمان یا بیشتر شیعه میتونیم بگیم، فرمودین چون بیشتر حکما شیعه بودن، راجع به اون فرمودین میخوایم تمرکز بکنیم و پاسخ اونها رو در واقع به این اشکالات و ایرادات بررسی کنیم. ما سراپا باشیم. کارش من مطلب اول که از اون اینه که تمام این ایرادها و اشکالها، یعنی مثلا حالا ما بخشش عرض کردیم و سوالهای فراوان دیگه هم هست، همینجا عرض کنم که بعداً به پرسش‌های دیگه در همین زمینه خاص جواب خواهیم داد. شما خواهید پرسید که مثلا چرا خدا بعضی را ناقص الخلقه خلق کرده؟ آره. چرا بعضی را مثلا مریضن؟ چرا خدا مریضشون؟ چرا میمیرن؟ خیلی ما سوالات داریم که میگه خدا
پدر منو گرفت، با خدا قهرم، چرا خدا این کارو کرد؟ این بخشی از همین سوالی که حالا اینا باید تک تک باید جواب داده بشه. اونجا باز عرض میکنم همه این ایرادها، اشکالهایی که وارد شده بر عدل الهی رو میشه در 2 تا سرفصل جمع کرد. بله. یک، چرا باید در کار خدا تفاوت و تبعیض وجود داشته باشه؟ خدای عادل چرا باید در نظام آفرینش چی باشه؟ تبعیض قائل میشه. تبعیض و تفاوت. همون شعر بابا طاهر، یکی را میدهی 100 ناز و نعمت، یکی را نان جو آغاشته در خون. چی تفاوت داره چی؟ آره. یکی این. دوم، چرا باید در نظام آفرینش شر و بدی وجود داشته باشه؟ آره. مثل بیماری، مثل نقص خلقت، مثل جنگ. یه ویروس میاد چند صد هزار نفر، چند میلیون نفر. چرا باید کرونا باشه؟ چرا باید اسرائیل باشه که اسرائیل از کرونا هم بدتره؟ آره. واقعا این شر و این بدی ها رو چرا خدا خلق کرده؟ تو این 2 بخش صحبت خواهیم. یکی تفاوت و تبعیض، یکی شرور و بدی ها. شرور و بدی. بدی ها، وجود بدی ها. وجود بدی ها. آره. نسبت به اون بخش اول که تفاوت و تبعیض باشه، عرض میکنم که در نظام آفرینش از طرف خدا تبعیض نیست. خدا فرض کنید که کسی که یه شایستگی بیشتر داشته باشه بگه چون تو پسر خاله من هستی، شایستگی کمتر داشته باشه بگه چون تو پسر خاله من هستی چیکار کنم؟ درست استخدام میکنم، بیشتر تحویلت میگیرم. بیشتر تحویل میگیرم. که نیست. از طرف خدا من تبعیض نیست. تفاوت هست که از خواهیم کرد باید تفاوت باشه. خود عدالت اقتضا میکنه تفاوت باشه. فرق بین تبعیض و تفاوت اینه که تفاوت از طرف گیرنده، تبعیض از طرف دهنده. من یه مثال ملموس بزنم. توی کلاس شما در نظر بگیرید یه وقتی معلم به یک دانشجو که مثلا ضعیفتر و درسش کمتر هست نمره خوب میده، یه دانشجو که بعضش خوب نمره بد میده. این کلاس با چشم نگاه نمیکنه، تبعیض قائل میشه. همینطور میگه که اون مثلا فرض کن قوم و خویش ماست، یا مثلا فرض کن هم حزبی ماست، هم فکری ماست، پس ما براش یه رانتی در نظر بگیریم. اما این که نه هم حزبی ما نیست، نه ولش کن. این تبعیضه. اما اگه نه اون درسش خوب بوده نمره خوب گرفته، اونم درسش بد بوده نمره بد گرفته، این تفاوته. بله، از طرف خودش وجود داره. خودش گرفته. اون که 20 گرفته خودش گرفته، اونم 0 گرفته. چیه؟ آره. تفاوت هست، بوده تفاوت به جاییه دیگه. درست. اصلا تفاوت هم به جا بجاست. آمیران فرمودن که اگر تفاوت نبود، فرمود الناس خیرن ما تتفاوتو فاذا استووا هلكوا. مردم با هم تفاوت دارن، با که تفاوت هست مردم به خیر و خوشی زندگی میکنن. مساوی شدن هلاک میشن. عجب. بله، تفاوت حتما باید باشه، اگه نباشه ظلم دیگه. اگر یه معلم، پس میتونیم بگیم تفاوت ذیل همون عدل خدا. بله این عدله. همون استاد که ما گفتیم بیاد به من بهش همه شما میدم 15. نمیتونم. این تفاوت نیست دیگه. آره، من چون آدم عادلی هستم میخوام به همه شما بدم به عدالت 15. مثلا که عین بی عدالتی، ظلم دیگه. یکی نمرش مثلا 5 بهش داده 15، یکم نمرش 20 اونم داده 15. تفاوت باید باشه. کسی که 10 ساعت کار میکنه ببین با کسی که 1 ساعت کار میکنه اینا با هم مساوی باشن. همینطور. کسی کلی زحمت کشیده درس خونده، مثلا مهندس شده، پزشک شده، بگیم تو هم ساعتی انقدر حقوقت، اون کسی هم که درس نخونده و این راه رو نرفته و مستقیم اومده سر کار، بگیم تو هم همین به اندازه پزشکی حقوق بگیرید. اینجا با تفاوت باشه. یه چیز دیگه هم از اون فرمایش که از تعمیر بود فرمودین که اگه تفاوت نباشه همه یه جور باشن همه چیز از بین میره. حاکمیت هم همینطوره، یه جامعه. بله. واقعا اگه نباشه میگن اون جامعه بالاخره از بین خواهد رفت. همینطوره. اگه تفاوت نباشه، حتی این مثلا مادرایی که دو قلو همسان دارن، آره، اگه هیچ تفاوت با هم نداشته باشن، گاهی تفاوتشون کمه، مادر اشتباه میکنه. آره. تو افتاده بچه گریه میکنه، بچه الف گریه میکنه، الان شیر دادم که در حالی اینو شیر نداده، بچه برو شیر داده بود. اون بچه گریه میکنه که شیر نخورده. آره. مادر میگه الان شیرش دادم که. این حتی اینجا بین دو نفر هم حتی اینجوریش مشکل پیش میاد.
چه برسه به یه جمع. آره، معلم با شاگرد یکی باشه، پدر با فرزند یکی باشه، فرمانده با فرمانبر یکی باشه، امکان نداره. پس تفاوت باید باشه و هست، و تفاوت عین عدالت. تفاوت از ناحیه گیرنده هست، اون چی میگیره 0 گرفت حقشه، 20 هم گرفت چیه حقشه. تبعیض از ناحیه دهنده، تبعیض خلاف عدالته، تماما تفاوت عین عدالته، بی تفاوتی ظلم. خب آیا تبعیض وجود داره از طرف فعل خدا؟ نخیر. خداوند و همه با چشم نگاه می‌کنه. حتی در مسائلی که مسائل دنیا خداوند براش کافر و مؤمن فرقی نمی‌کنه. کلا نمدو هؤلاء و هؤلاء و ما کان من عطاء ربک محظورا. همه رو امداد، همه رو کمک می‌کنیم، کافر مؤمن همه. هیچ محرومیتی از اون انعام خدا وجود نداره. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری. دوستان رو کجا کنی محروم که تو که با دشمنی نظر داری. از طرف خدا متعال با یک نگاه کل عالم آفریده شده. نظاماتی رو تو این عالم حاکمه که همون تفاوتی که گفتم باید باشه، چون نظام علیه، نظام سبب و مسببیه. نمیشه که علت با معلول یکی باشن. علت با معلول متفاوته و مقدم بر معلوله، قبل از معلوله. اما تبعیض از طرف خدا نیست. مثلا ببین 2 نفر شایستگیشون یکی بود، هر دو مؤمن بودن. خدا یکی رو گفت خب تو سلمان باش، یکی رو گفت مثلا تو فلان فرد گمنامی که حتی بهش دم نمیره باش. تبعیض غالب بشه، بگه چون مثلا سلمان با ما قوم خیشه بره تو بهشت، تو که قوم خیش نیستی برو تو جهنم. اینجوری نیست. از طرف خدا در شرایطی که افراد شرایطشون مساوی باشه، خداوند هم عدالتش کامل، همه رو شامل میشه. هیچ تبعیضی خداوند بین بندگاش. حتی عرض کردم اونجایی که بحث دنیاست، چون کافر فقط دنیا رو میخواد، آخرت رو که نمیخواد. در دنیا خدا فرق بین کافر و مؤمن هم نمیذاره. اما آیش من خوندم من مال سوره اسراء باشه، کلا نمدو هؤلاء و هؤلاء و ما کان من عطاء ربک محظورا. 2 تا مؤمن هم که مؤمن باشن بینشون فرق نمیذاره. 2 تا پزشکی که در شرایط همن، با هم مثل همن، فرقی نمیذاره خدا بینشون. بله یکی پزشکه، یکی پزشک نیست و اینا فرق دارن، باز همون بحث تفاوته. بله. اما تبعیض تو نظام آفرینش وجود نداره. بله برخی از انسان‌ها از اختیارشون سوء استفاده میکنن و تبعیض قائل میشن. الان سازمان بین‌المللی اینجوریه، الان شورای امنیت اینجوریه. داشتم به این فکر می‌کردم. اون 5 نفر برای خودشون رانتی در نظر گرفتن، این تبعیضه. اونا شبه اونا با بقیه کشورها سازمان بین‌الملل دی هم باید مساوی باشن دیگه. چرا باید من خوشم نیاد وتو کنم؟ همینطوره. ببین چه چیزی هم وتو میکنن. هیچ عقلی اینو قبول نداره، هیچ منطقی، هیچ وجدانی، انسانیت رو زیر پا میذارن و وتو میکنن. این تبعیضه. این تبعیض رو انسان ها از اختیار خودشون سوء استفاده کردن و تبعیض قائل میشن. حتی میبینیش مثلا فرض کن پدر و مادر بین فرزندان خودش تبعیض قائل میشه. یکی رو بهتر دوست داره، یکی کمتر دوست داره، که بهش حالا دوست داشتن چون هم محبت مال قلب نمیشه کاری کرد، اونو نمیشه کاری کرد. چون تو سوره مائده نساء هست یه جا خدا میگه که 1 2 تا 3 تا حالا 2 تا باید ازدواج کنید، اما باید عدالت پیشه کنید. یه جایی تو همین سوره میگه شما هرگز عدالت نمیتونید. خب پس چرا شما اونجا گفتی بگیرید عدالت پیشه کنید، اینجا میگه چی؟ هرگز عدالت رو نمیتونید پیشه کنید. تلاش بکنیم تو مسیر عدالت. اصلا نمیگه امکان نداره، هرچند تلاش کنید نمیتونید. هرچند همجا جواب این سوال چی میشه؟ همجا میگه هرچند تلاش کنید نمیتونید. آره. اینجا میگه عدالت پیشه کنید، اونجا میگه هرچی تلاش کنید نمیتونید عدالت. خب واسه اینه که یه وقت امر قلبیه. این آقا یه خانم بیشتر دوست داره از اون خانم، کار دلی دیگه. نمیتونه که بگه من پا میذارم رو دلم، میگم نباید هر دو مساوی دوستش باشم. به دلش هم بگه، به دل میگه نه، حرف تو رو قبول نمیکنم، من اون بیشتر دوست دارم. خب اینجا اشکال نداره، این عدالت اشکال نداره. اما این امکان پذیر نیست که میخواد اینا با هم مساوی باشن. چون دست انسان نیست دیگه.
این دست انسان نیست که بخواد اما در عمل نه دیگه، میخواد لباس بخره برای 2 تا باید مساوی بخره، میخواد هزینه، میخواد پول تجیبی بده، نمیدونم میخواد نفقه بده، حتی میخواد وقت بذاره پیشون، میخواد بره، باید کاملا اونجا باید عدالت 100% مراعات بشه. جواب پس این شد. آره، اما اونجاش بحث امر قلب، خب قلب که نمیشه کارش کرد دیگه، بیشتر دوست داره. خب این تبعیض‌ها در بین حتی آقا بدون دلیل، یکی میشه سوگلی میشه، اون نمیدونم کلی براش خرج میکنی که خرج نمیکنی، این تبعیضه. یک فرض کن مدیر یک مجموعه میبینی که بعضی از کارمندا رو بهشش میگه اون بعضی بهشش میگه، تبعیض قائل میشه. یک نفر رو بهش مثلا حالا جایزه میده، نمیدونم چیز از این قبیل، به یکی نمیده. خیلی ممنونم. اگه اجازه بدید ما یه فرصتی بگیریم و دوستان برگردیم راجع به فرمایشات شما به تأمل داشته باشیم و بعد ادامه صحبتاتون داشته باشیم. بفرمایید. خواهش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. منم مثل شما سراپا گوشم، بحثمون گل انداخته، بشنویم و استفاده بکنیم. بله خب این که شما فرمودید من فقط 3 تا نکتهشو گفتم، البته نکات دیگه هم هست اینجا که ما فقط از لحاظ روحی و روانی گفتیم که خانم ها اینجوری هستن که اون واقعا اینجوریش مثلا روانشناسی بپرسن. در عمل هم در خارج هم اینجوری اتفاق میفته که از لحاظ این که نسل‌ها نژادها به هم میریزه و مشکل ایجاد میکنه، که از لحاظ این که به طور طبیعی زن‌های بی شوهر بیشترند از مردهای بی زن. اگه بخواد اون وقت یک زن چند تا شوهر داشته باشه این مشکل چند برابر میشه، گاهی 7-8 برابر. نکات دیگری هم هست، اینکه خب شرع دستور داده، خدای حکیم دستور داده، خدا که دستورش گفته‌ای که نیست، حتما فلسفه داره. ما همه حکمت‌ها رو فهمیدیم نخیر؟ 2 تاش من عرض کردم، حالا یکیش فرمایش امیرالمومنین علیه السلام بود، خیلی نشون داد دیگه، تو مثال قشنگ نشون داد که قضیه این هست. ولی خب حکمت‌ها خیلی بیشتر از این حرفاست که ما خبر نداریم، پشت پرده رو ما خبر نداریم. خب برگردیم به بحث خودمون که عرض کردیم که همه اشکالات و همه ایرادها رو تو 2 بخش ما خلاصه کردیم. یکی تفاوت تبعیض، یکی بدیها و شرور. دیدیم که از طرف خدا تبعیض نیست. تبعیض‌ها از طرف انسان‌ها و موجوداتی مثل جن و این هاست. از طرف خدا هیچ تبعیض نیست. تفاوت هست و تفاوت هم عین عدالته، باید باشه. اما راجع به شرور یا هم بدیها که خیلی زیاد هستن، ان شاءالله تو برنامه بعد ما عرض خواهیم کرد که باز اینها رو ما در چند مرحله پاسخ شرور رو هم خواهیم داد. دوستان فراموش نکنید که ما داریم از منظر حکمای اسلامی داریم پیش میریم و بعد برمیگردیم منظر متکلمین هم عرض تقدیم خواهیم کرد. این که بعداً عرض خواهیم کرد که آیا اصولا ما چیزی به نام بد، به نام شر در نظام آفرینش داریم؟ حالا ببینیم شر چرا خدا خلق کرده. مثلا بگم مثلا این شره، تا ما بگیم خودمون که شر یعنی چه؟ مثلا شری وجود داره؟ حالا فرض کنیم که شر وجود داشته باشه، آیا شر بودنش مطلقه یا نسبیه؟ نسبت به من ممکنه شر باشه، نسبت به دیگر ممکنه شر نباشه. آیا حال فرض کنیم که شر وجود دارد، مطلق هم هست، میشه شرور رو از خیرات تفکیک کرد، میشه اینا رو جدا کرد، بگیم که خب این تابلو، این خطای کجش نمیتونه چی، باید حذف بشه، پاک کنید، رنگ‌های تیرش رو بذارید کنار، خطای کج و ماج هم بذارید کنار، وقت تابلو میمونه. و نکته 4 این که آیا این هایی شما شده شر، شده بدی، اینا فایده ندارن؟ فایده هاش که انشاءالله این بحثا رو در برنامه بعد خواهیم داشت انشاءالله. خیلی خیلی ممنونم استاد محمدی شارودی عزیز، دست شما در نکنه. اگر اجازه بدید بعد خداحافظی کنیم، ما مردم وقت برنامه تمام شد، اوامر نداریم، مخلصیم، محتاجیم به دعا. ممنونم بابت همراهیتون و اینکه سوالات و نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون حتما برای ما بفرستین از طریق راه‌های ارتباطی که براتون زیرنویس شده در خلال برنامه و مشارکت داشته باشین در بحث مطرح شده در برنامه یاد خودم. مراقب خودتون و خوبیاتون باشین. التماس دعا یا حق. خداحافظ.